به نام خداوند بخشنده و مهربان. همدیاران عزیز، چند پیش اعلان کرده بودیم که به زودی در شبکه یوتیوب یک کانال خصوصی راه اندازی خواهد شد که در آن بنده نظرهای شخصی، موقعها و فکرهایم را درباره این یا آن مسئله داغ روز، جامعه، دولتداری بیان خواهم کرد. اینک صحبت اولی ما آغاز می شود و من با این صحبت اول که در آن شرح درباره هدفها و شکل پیشبردی این کانال با شما صحبت خواهم کرد. آغاز کار این کانال را انشاءالله که با کمک خداوند و پشتیبانی شما راه اندازی خواهیم کرد. طبیعی است که هر یک حزب، حرکت و هر یک ساختار یک موقعهای رسمی دارد، دیدگاه‌های رسمی دارد و اون از طریق شبکه‌ها، سامانه‌ها و بیانیه‌های رسمی به مردم رسانیده می‌شود. اما کم نیست حالت‌هایی که سیاستمداران، شخصیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نظرهای شخصی خود را دارند که می‌تواند گاهی با نظری ساختار یا سازمانی که از آن نمایندگی می‌کند موافق باشد و گاهی مخالف باشد. و بسیار هستند مسائلی که این چنین نیاز به موقعگیری سیاسی حزب و حرکتان ندارند. کافی است که یک سیاستمدار، یک شخصیت موقع شخصی خود را درباره این یا آن حادثه، این یا آن واقعه یا مسئله بیان کند. و ما هم لازم دانستیم، واقعا هم احساس میشد که نیاز برای چنین یک گفتگوی مستقیمی غیر رسمی با مردم هست و این باقی میماند هنوز هم. و این شبکه یوتیوبی هم به همین خاطر راه اندازی شد و البته موقع‌های رسمی نقطه نظری پیمان ملی تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شبکه‌های رسمی گفته خواهد شد و من در اونجا هم صحبت خواهم کرد. اما در این کانال یوتیوبی تنها نظری شخصی بنده و موقع‌ها، فکرهای شخصی بنده در باره سیاست، اقتصاد، فرهنگ، تاریخ، دین و تمام مسائل روز که پیدا می‌شوند گفته خواهند شد. و انتخاب موضوع هم به یک شکل یا فرمتی معین نخواهد بود. من تلاش میکنم که پایبند کدام قالب، نه از لحاظ زمانی، نه از لحاظ موضوع و نه از لحاظ جای ثبت و طرز بیان باشم. و گاه میتواند که این صحبت ما در همین استودیو ثبت شود، میتواند در جاهای دیگر، در یک فضای باز و اینچنین میتواند دیگران در آن شرکت کنند. صحبت‌های با بعضی افراد سرشناس، کارشناسان با هم برگزار کنیم. میتواند 10 15 تا 20 دقیقه باشد. گاه اگر موضوع مهم باشد و نیاز به آن است که بیشتر شرح داده شود میتواند طولانی تر باشد. اما در مجموع من موضوعها را به 3 بسته تقسیم کردن میخواهم. یک موضوعهایی که خودم گفتن میخواهم درباره اونها و حرفای هم برای گفتن به مردم، به جامعه دارم. و یک موضوعی که خودی مردم میخواهند که من درباره اون صحبت کنم، یا در شکل سوال یا در شکل مطرح کردنی مسئله پیشنهاد میکنم و خودم احساس میکنم یا یک نفری که مسئول این کارها خواهد بود باید بگم که همه یک نفر مسئول، یعنی منیجر یا کسی که مدیریت این کانال رو میکند، پیام ها رو میخواند و سوال ها رو انتخاب میکند و به ما میرساند. و من از بین اون سوال ها یا پیشنهادها واقعا اگر خودم احساس کردم که اون برای جامعه مهم است، در اون صورت درباره این موضوع و مسئله هم صحبت خواهیم کرد. اما اگر با وجود هم احترام به خوانندگان عزیز یا بینندگان، اگر سوال ها خیلی سوال های جزئی هستند و شخصی و خصوصی هستند یا سوالایی هستند که برای یک نفر یا یک گروه خرد مهم هستند اما برای جامعه اهمیتی زیاد ندارند، این به معنی آن نیست که با آنها جواب گفتن نخواهد شد، اما آنها را در مرحله های بعدی و در درجه دوم خواهیم گذاشت. بیشتر مسئله ها، پیشنهادها و سوال های مورد توجه قرار خواهند گرفت که واقعا احساس شود که این برای همه جامعه لازم است و مردم منتظری پیدا کردن جواب به این سوال هستند. و قسم سومی سوال ها یا موضوعی که من درباره آن صحبت خواهم کرد، این موضوع هستند که خود روزمره پیدا میشن در جامعه
و ما آنها رو پیش بینی نکرده بودیم و بدون آنکه کسی آمادگی داشته باشد یک موضوع داغ پیدا می شود و لازم است که من همچون یک فعال سیاسی نظر خود را در این باره گفته باشم. و این سه بسته موضوع ها خواهند بود که انشاءالله ما در این کانال در خدمت مردم خواهیم بود و میدونم که موضوع خیلی زیادن، بحث ها خیلی زیادن. بسیاری سوال میدهند که اگر پیمان ملی تاجیکستان یا حزب نهضت یا مخالفین در مجموع مثلا سر قدرت آمدن بعد از رحمانوف چی می شود در تاجیکستان، کدام نظام دولتداری انتخاب می شود، در اقتصاد چگونه تغییرات خواهد شد، در سیاست چگونه تغییرات ها می شود و عدالت سودی چگونه برقرار می شود، با کروپسیا چگونه مبارزه می برید، مسئله معارف، مسئله دین، مسئله لباس و شاید ده ها و صدها موضوعی هستند که مردم هر روز سوال میگذارند، مردم درباره آن شک و شبهه های دارند و نیاز به یک گفتگوی بسیار هم صمیمانه و آشکار در این موضوع ها هست و نه همه وقت می شود این رو در قالب یا چارچوب یک گفتگوی رسمی حزبی یا پیمان یا ساختاری انجام داد و بنابراین من یک فرمت بسیار آزاد، غیر رسمی ولی خیلی هم صمیمانه و آشکار را برای مردم انتخاب کردم و انشاءالله که در صحبت‌های بعدی در خدمت شما خواهیم بود. اما فاصله بین این صحبت‌ها چقدر می‌شود این وقت این را نشان خواهد داد. باز تکرار میکنم گاه میتواند که هفته یک بار باشد یا 10 روز یک مرتبه. گاه بینیم که اگر موضوع خیلی مهمند و باید که با مردم بلا فاصله صحبت کرد، میتواند که فاصله بین صحبت ها خیلی کوتاه هم باشد. و در اینجا من صحبت مقدمه خود را به انجام میرسانم و امیدوارم که این اقدام ما یک کمی هم باشد برای رسیدن به یک جامعه واقعا هم معاصر پیشرفته کمک خواهد کرد و شما هم هموطنان گرامی هر فکر و ملاحظه، پیشنهاد و هر موضوعی که در ذهنتان هست و فکر میکنید که گفتن آن از طرف من برای جامعه کمک میرساند، خواهش میکنم آن را بفرستید و دوستان همکاری ما این را بسته‌بندی خواهند کرد، به من میرسانند و من در اولین فرصت به این سوالهای مهم شما یا به پیشنهادهای مهم شما واکنش خواهم کرد. خداوند نگهبانتان باشد تا صحبت‌های بعدی.